بگو شما تایم با هم دیگه فیکس کنین، من میام پیشتون. نه تنها کارت دارم. باشه چی میگی 1 ساعته هی میگی قطع کن نمی‌بینی دارم صحبت میکنم؟ چیکارم داری؟ از سر صبح 10 بار زنگ زدی من کار زندگی انداختی. ای بیا کارت دارم کارتو بگو زود. تا پنجشنبه که خوب بودی، روزای اول که عالی بودی، تا 2 شب بهم پیام میدادی صبح بخیر، ظهر بخیر، شب بخیر. عشقم چیکارا میکنی؟ کجا داری میری؟ قندت نیفته. الان یهو چی شده که همه چیز برات عوض شده؟ خدایا من دست تو چیکار کنم؟ باشه هر چی تو میگی درسته، فقط الان بگو این موقع ظهر چرا منو کشیدی بیرون؟ کار دارم به حضرت عباس. من ازت حاملم. چی؟ حامله ای؟ مسخره بازی در نیار. بگو میخوام برم کار دارم به خدا. مگه من با تو شوخی دارم میگم من ازت حاملم عزیزم. ببین تو یا منو بچه فرض کردی یا اسکل فرض کردی یا چشت خورده به مال و منال هم گفتی این که داره بذار با 4 طرف بتیغمش. ببین دختر گور اینجا زرنگ بازی آنتن نمیده. من 1000 تا مشکل دارم هیچ وقتم بچه دار نمیشم. الانم هری خاک تو سرت کنن که برای اینکه زیر بار نری حاضری رو خودت عیب بذاری. من اصلا حامله نیستم، ولی واقعا تو و امثال تو این که گند زدین تو هرچی عشق و عاشقیه، صبح تا شب همش قسم جون عزیز تو بخوری برای اون دختر، بگی عاشقشی که چی بشه، به کجا برسی، تاشم پای کاری که کردی وای نستی. الانم تو هری خواستم امتحانت کنم. درد و دل هنه همونو به رخت میکشنش، موقع جر و بحث پیش همه